سلام عزای دل آشی میکشنه خونی چون که میرفتیم لدو میآوردن سایکو کارت نو کجاست؟ کارت نو کما تو طرف چی می کم کار گوشم چی؟ اینا میجا کس اینا میجا کارت نو است نمیجا که استاد است نه سرک سیس دادرس شهر نو نشته نیست پیش ما هیچ باور کن نه باش ما برم میایم هیچ مشکل نیست نه با خدا نیست باور کن نیست اینه بیبی اگر چک کو پیش باشه نه نیست تو باش من زنگ بزنم سلام عزای دل عزای دل در هر کنج دنیا هستین جور صحتمند باشین عزای دل امروز کابل افغانستان هوا بسیار در چند وقت آلوده بود امروز احساس خوشی میکنم که هوا بسیار آدم کیف میکنه به خاطر که اولین بار باران کرد برف کرد بسیار خوش هستیم عزای دل بازم خوش آمدین در قسمت نهم بازار خنده عزای خواهشی که من شما دارم چینل یوتیوب ما را به نام پنجره افغانستان را سابسکرایب کنید را خواهش میکنم که تا برنامه خوبتر براتون تقدیم کنیم با ما باشین شما جور هستین قراری است یک از علاقمندای ما که چی رقم براتون بگم بسیار عزیز است نامتون چی است محمد حسن سروری از کدام ولایت است جناب سروری از ولایت کندوز ولسوالی خان آباد اینجا چی کاربار اینجا ما مسئول توزیع هستیم توزیع چی کدام تجارت نمایندگی چی است شرکت عمرانلان یازی به چطور شد که از قندوز در کابل رو آوردیم به خاطر کار از یا خانه ما میجاست؟ خانه ما میجاست به خاطر می کاروبار ما انتقال دادیم همیجا آمدیم. چطور از به حساب هوا در کابل قسمی که میبینیم در چند وقت بسیار آلوده بود؟ بسیار مقبول شده در چند وقت آلوده بود حال هوا برفی و بارانی شد بسیار خوش شدیم که به خاطر کمی مرضا و می آلودگی گم شد. تشکر یک سوال ذهنی داشتم. بفرمایید. از 0 تا 100 چند تا نو وجود داره؟ از 0 تا 100 چند تا نو وجود داره؟ والا فعلا حافظه کار خیلی فکر کن. اینه دیگه حساب خیر است. نقل نتین از دل ببینید که چی بگویم برات؟ بسیار ساده است. ساده خو هست. از 0 تا 100 چند تا نو وجود داره؟ قربانتون. تشکر برادر عزیز. همیشه در زندگی دارام باشی. از جای دل به سلام پهلوان عزیز امروز عزیزا پهلوانم روی خود داریم نامتون چی است؟ یاسین جان؟ یاسین جان ولایت از کجاست؟ کابل جان به دمی سمت کارت نو میشینین؟ بله در چی کاربار مصروف هستین؟ در دواخانه کار میکنم خود دکتر هستین به چقدر خوبه چطور از مریضا مشتریا میپیشتن؟ والا میاین کم و زیاد میاین بله یک شوخی روا باشد خوش داره که مردم مریض باشه یا جور باشه نه در نفع توست یا در نقصت است والا مریض خونه باشن دیگه خودش جور تیار باشه نه و ما دکتر رو شوخی میکنیم میگیم بعضیا قرش ما دعا کردیم سر دسارخان یک دفعه دکتر قارش آمد گفت بدر تو چرا تو دعا میکنی که کل خدا شفا بده خیر ما در خاطر چی شدیم به خاطر معاینه میگفت نه که پیسه بگیرن نه او گپ نیست کلگی مریض باشه خود یگان دانم بیای خوب است دواها از کجا میرین دوا رو دیگه زیاتری ما از هتل پروان میریم از خیرخانه دیگه مردم ها هست از بیرون از خارج میارن به خاطر که دکتر هم از در حساب کتاب بسیار نام خود موافق است یک سوال ذهنی داشتم میگه که از 0 تا 100 چند تا نو وجود داره از 0 تا 100 خب به خاطر خود شما انگلیسی هم بلد هستین آسان ساده خیر از مشکل نیست فکر کن از 0 تا 100 چند تا نو وجود داره مشکل نیست اگر چی که من خودم بگم چطور اگر موافق باشه همه جان خود نمیگم مام نمیگم بگو خودت بگو برو نه دیگه نمیگم اشاره میکنه دایرکتر میگه نگو تشکر قربان اخلاقتان جهان سپاس همیشه موافق سلام علیکم بیادر خیرت چی حال داره صحتت خوب است چند سال هستی 18 مکتب خلاص کردی نه چرا
مکتب نرفتیم. اوی مکتبی نه. مسجد رفتی؟ تا کجا رو خواندی الف ب تا کجا رو؟ تا قرآن پاک. جان؟ قربانشم تا قرآن شریف. آفرین. اینجا کجا روان بودی؟ کجا میری؟ میرم خانه میرم. صدای دم تا پخش است چرا جیغ نمیزنی؟ خانه میرم یک ذره تو بگی از تای دل خنده کن. والا هوا خوب بشه بگی انسان برو دیگه خیر است. خنده کردم دیگه بس است. خیر است. برو دیگه. یا خنده کن کم یا گریون کن. برو یا گریون کن. خب برای ما گفتم میتونی که از صفر سعی کنم برای چی میگم خب یک سوال ذهنی است. از صفر تا 100 چند تا نو وجود داره؟ از صفر تا 100 چند تا نو وجود داره؟ چند تا صفر تا 100 داد یک 15 تا خواب بود. 15 25 درست است. تشکر. قربان اخلاقتان. هزای دل آله کسی است که بسیار یک بچه خوشتیب مقبول چهره شاروخانه داره برای که فرار نکنه. چی شد؟ سلام بیادر. خوب هستی برادر عزیز؟ خیر بخیر. چی حال داری؟ خودت خوب هستی؟ لالای قند نامت چی است؟ نامم عمران است. دیگه باشنده کابل می باشم. دیگه خوب هستین؟ تشکر. عمران جان فکر کنم خودتان دکتر هستین یا متو همکاری میکنه امروی دکتر؟ ما دیگه در دواخانه هستیم همکاری میکنیم. دوا میفروشین؟ بله. چطور است که مشتری‌ها میاین مریضا هست نه؟ خوب است دیگه. خب به خاطر که دایی شب و روز یک ذره آلودگی هوا زیاد شده. مریض زیاد بود؟ دیگه مریض زیاد می باشه به او خاطر. خوب است. برای ما یک سوال ذهنی است. از 0 تا 100 چند تا نو وجود داره؟ بله. میشه که برای ما بگین؟ چرا نه 1000 دفعه. بگو. تشکر. امی نو سایز؟ نو. قربانتان تشکر. خیر از من خودم میگم. از دل ما برای دوستا گفتم چون مردم دیگه مصروف هستن مشکلات داره. ما جوابش من میگم 20 تا نو وجود داره. خودتون حساب کنین از 0 تا 100 20 تا نو وجود داره. تشکر. خواهش میکنم. قربان دیگه 20 میگفتی دیگه خیر از حالتون. برد و باخت وجود داره. تشکر. دوستای عزیز با ما باشین. میشه نام چی است؟ گل محمد عزیز. از کدام ولایت؟ از بامیان. از ولسوالی سیغان. از بامیان سیغان. سیلون زیاد است آقا صاحبا. شما از جمع آقا صاحبا هستید؟ نه ایشان کی است؟ ولسوالی سیغان است. خب از جمع آقا صاحبا نیستین؟ نه چون در بامیان ما رفتیم. چی خبرها اونجا؟ کیف میکنه؟ کابل خوش داره یا بامیان؟ والا اردیش خوب است. فهمیدم آرامی باشه کار باشه کل جای فهمید برای ما دیگه خوب است دیگه. چطور در چی زیاد علاقه داری خودت؟ به حساب استعداد با استعداد چی رو خوش داری؟ والا دی وقت دیگه فهمیدی دیگه می کار باشه فهمیدی خوش است میگه کار نباشه دمی کوچه ها بشینی فهمیدی دیگه نمیمانه فهمیدی مجاهدان دیگه میبره تا فهمیدی کار نیست بار نیست. رحیم کریم است. از دل برادر عزیز ما یک سوال ذهنی دارم. اون چی است که از صبح میره تا شب میگرده گردش در خانه که من بیچاره دانشواز میمونه. بوتا. آفرین. اولین سوال جواب دادی. آفرین. چقدر سرخلاص هستی تو. خب از دل میریم دیگه تر. خوش باشه خوش. بریم اون طرف دیگه. نمیشه. سلام برادر عزیز. و علیکم السلام. ان شاء الله که خوب باشه. نامتون چیست؟ بخت زمان. یکم بلندتر. بخت زمان است نامش برادر. کسایی که نمیشنوه بخت زمان. از کدام ولایت هستی؟ از ولایت پکتیا. به چه ولایتی؟ اقلا من نرفتم بسیار جای خوب است. پکتیا رو شنیدیم بسیار همون تو نام خدا. خب چطور از پکتیا رو زیاد راضی هستی در کابل؟ والا دم اردیش راضی هستیم کلش وطن ماست. وطن خب بیزم وطن است. زیادتر مردم در کابل هجوم میارن. دلیل چی است؟ زیاد وقت ما در کابل تیر شده. خب پیدا شدی کابل هستی؟ نه پیدا شده پاکستان هستم. چی میگه؟ شما پاکستانی هستین؟ نه شکر پاکستانی نیستیم. خب مشکل نیست اگر همسایه ما هستین. اگر پاکستانی هم باشه برای ما همسایه است. جمهوری اسلامی ایران همسایه است. ما افتخار میکنیم. خب میشه برای ما یک سوال ذهنی براتون میگم. میگه آن چی است که از صبح میره تا شام میگرده دم خانه که من دانشواز میمونه؟ بوت است. صحیح که امروز کلی جوابا چقدر خوبه. تشکر قربانتان. سوال ذهنی. سلام علیکم. خوب هستی؟
بخیر هستی؟ من چی حال داری؟ هیچ. صحتت خوب است؟ شکر خوب است. نام چیست؟ نام مبارکت؟ فردیس. فردیس جان از کدام ولایت هستی؟ کابل. کابل هستی؟ چی کاربار؟ این کاربار دشک. چندی از کجا میری؟ چندی سودا میکنی؟ یا مال ویش است. از کجای ویش؟ ویش کدام سمت است لالا؟ ویش یا از کجا میری؟ مردم به ما میاره اینجا ما خب کس دیگه از ویش میره؟ دشک است؟ چند سودا میکنی؟ صدر با لیلام. صدر با لیلام است سه تاش. چه قسم سودا میکنی؟ میشه که مثلا ما یاد دارم کن دکاندارا درجن میبره خانوالا 5 تا لیلام خود چه رقم میگی؟ اما قسم ما میگه بگید یک دفعه خیر است سه تاش صدر با نه خود داد بزن که چه رقم مردم بفهمن این لیلام است سه تاش صدر با دشک کار اومده خانه. خب یک سوال ذهنی داشتم ان شاء الله که جواب دادم میتونه بسیار ساده است. آن چیز که در زمین میمونه خب آرام است وقتی بغل میکنی در فریاد است. رو دیگه شکست که تو زمین میبونه گیران میکنه تو بغل میگیری آرام میشه. بله من میشنم چی گفتی؟ تو شکست که تو زمین میبونه گیران میکنه تو بغل میگیری آرام میشه. ما خیلی اشتکار دیدم که در زمینم گریان داره. خوشتک نازات و کلام فرق داره بسیار. تشکر قربانتان. دوستای عزیز جواب دادن نتونست بازم با ما باشید. سلام مصاحبه میکنید؟ سلام لالا جان چی حال داری؟ علیکم سلام. خوب هستی برادر؟ خوب است خیر. چی حال داری برادر؟ نام چیست؟ نام مبارکت؟ اسم مجمل است ولد عبدالواحد. از جلال آباد هستی؟ نه از کجا؟ از پروان. از پروان است. پروان سمت شمال؟ بله بله. در چی کاربار هستی برادر؟ نه دیگه همینجا مصروف جمپر فروشی هستیم دیگه فعلا. از کاربار جمپر مردانه شکر است الحمدلله. بله. از کجا میارین؟ از مندهی. خب از منده اینجا میارین میفروشین؟ بله. اینجا خب منطقه سایه کارتناو است. چطور از کاربار مشتری؟ شکر است میشه دیگه چیزی که نصیب قسمت باشه میرسه. یک سوال ذهنی داشتم برادر بسیار ساده است. صحیح. آن چیز که در زمین میمونی بسیار آرام میشه وقتی که بغل میکنی در فریاد میشه. آن چیز که در زمین میمونی بسیار آرام میشه بغل که میکنی فریاد میکنه. ببین آن چیز که در زمین میمونی سر است. سر. پیشتر یک برادر ما گفت اشتوک است. او سرچپه گفت او که بغل کن من میگم فریاد میکنه بغل که میکنی. او برعکس گفت. ببین بیادر آن چی است که در زمین میمونی آرام میشه در بغل که میگیری فریاد میزنه. الله دیگه چی بگیم دیگه چی باشه؟ انسان است. بله انسان. آفرین. آدم است. آدم انسان است. بنده خداست. بله. چرا حالی رو نگفتی؟ میگیم دیگه خب سرش یک طرف فکر کنیم. انسان است که در زمین میمونی آرام میشه پس که بالایش میگنی دیگه نارام میشه بس. فریاد میکنه. در خواب که میری آرام میشی بس که از خواب میخیزی دیگه نارام راحت میباشی. دیگه انسان باید امیر رقم است دیگه. تشکر برادر عزیز. حضای دل هنوز کسی جواب دادن نتونسته. بریم که یک بنده خدا پیدا شود. تشکر سلامت باشید. مهربان. نام خدا چی حال است بدن؟ خوب باشین. چی حال داره؟ صحتتان خوب است؟ برادر عزیز نام مبارک چی است؟ اسم ما وزیر احمد. وزیر احمد. وزیر احمد میشه که برای ما بگین از کدام ولایت هستین؟ ما از ولایت پروان هستیم. ولسوالی سنجه دره. سنجید دره؟ سنجه دره. چطور نام از سنجید دره بودن؟ والا نمیفهم. میخوام تصاحب که مرکز کدام سنجید بوده یا کدام باغ بوده؟ کدام چیزی بوده؟ همون سایه تو منطقه ما دمی تو چهارمغز و سنجید زیاد است. زیاد است. من گفتم نامش. او کدام سم میره متوجه طرف پروان است. نارسته در خود پروان است. چارکار میرسه؟ نه از یک سرک از چیکل بالا میشه. اینجا چی کاربار است؟ اینجا دکان داریم. چی میگه این ساحه را به نام چی یاد میشه؟ سرک سه کارتناو. این سرک سه کارتناو است. چطور است به خاطر هوا امروز؟ دو روز میشه که برف کرده در کابل. والا خدا را شکر که یک باران رحمت بالای مردم ما آمد و مردم هم خوشحال است که میاب آلودگی هوا هم گم شده.
میشه برای ما بگو یک سوال ذهنی است. بسیار ساده است. آن چیزی است که نه دست دارد نه پای، همیشه در زمین است، نمیرود به هیچ جای. همیشه در زمین است؟ خود زمین؟ یعنی اصلا آن چیزی است که نه دست دارد نه پای، همیشه در زمین است، نمیرود در هر جای. الان نمیفهم چی بگه؟ خیر یکم کاری کن. سلام و درود به برادر عزیز، یک جهان تشکر. سلام برادر. جور بخیر. چی حال داری؟ شکر فضل پروردگار. عزیزم. خب ان شاء الله بخیر. اسم چیه؟ توریالای. توریالای. از کدام ولایتی؟ ولایت لوگر. لوگر. به به لوگری. یک زبان لوگری و غزنی یکی است. بله بله. کجا مری؟ چه معنی؟ میتونی گفتن؟ جوراسه. جوراسه. جون جوریست؟ تو که دی اول سال آمده. بگم تو در درازه که. دی اول سال چطور آمده؟ آفرین. چطور از اغوار چه احساس میکنی؟ خوب است. دیروز پریروز میگه مردم زیاد مریض شده بود. سنگزغال استفاده میکنن. مثلا خیلی مردم مریض بود. حالا چی نظر داری؟ خوب است. هوا بهتر شده. گرد و دود و غبار ذهنی برادر عزیز. بسیار ساده است. بسیار خیلی ساده است. مقصد جوابش بده. آن چیز که نه دست داره نه پای، همیشه در زمین است، نمیرود به هر جای. کاکا ما براتون میگم. سلام و درود برادر عزیز. نام چیست؟ محمد ولی. محمد یا احمد؟ محمد ولی. محمد علی. از کدام ولایت هستین؟ ولایت کابل. چطور است کاربارتان؟ یعنی خب میبینید که کل ما پایمال هستیم. سوال ذهنی بسیار ساده است. آن چی است که نه دست داره نه پای، همیشه در زمین هم هست، نمیرود به هیچ جای. دست است دیگه. نمیفهم که چی است دیگه. دست است. پای است و دست. سنگ. نه نه. امقا نقل میتون. سنگ هم گفتی بسیار نزدیک است. سایه؟ نه. زمین باشه دیگه چیز نیست. زمین خود آمد از چی؟ نه یک چیزی هست. خیلی نفهمیدیم والا. نقل بتون؟ نقل بتون خل شده. خب خیر است، تشکر. قربان اخلاقتان مشکل نیست. عزای دل جوابش بسیار ساده هست. گفتم سنگ گفتی بسیار خوبش، ولی سنگ نه خاک. خاک؟ بله. درسته یا نه؟ درسته. تشکر. قربان اخلاقتان. ان شاءالله که آرام باشین. برنامه ما ادامه دارد دوستا. سابسکرایب خواهشم که برنامه خوب براتون تقدیم کنیم. تشکر. با ما. نام رستوران چیست؟ نام رستوران چیزی است که بیادر شما آمدین نامد اینجا؟ نه اولین بار است. اکن دندن بسیار یک رستوران لوکس است. بسیار خوش آمدید. خب میشه کم زودتر که ما میریم. تشکر سید. قربانتون. بین خودتون نشون کنید. سلامت باشید. مدام خیلی خوشخوی هستی. آدم خوب است. تشکر. خب مهربونی. چطور یک دونه ضیافت خیر از حساب میشه باز ما براتون پرداخت نکنم. خودم هستم. نه تو چی؟ بسیار مزه دار. خودت چی؟ سیر شدم همین حالا. سیر شدی؟ که من آن خوردم. گردنتون بس اگه دستان در جیبتون بزنین تا که مستم. بیادر ما که باشم در جیبایتون هیچ دست نزنین فهمیدی؟ از چرا فهمیدم من که یک روپیه سکت جیب. نه در جیب دست نزنی مقصد پیسه ما خودم میتونم. جان بگو قدم. من امشب خواهد دیدم. شاو پیسه آردیتا میتونم. اصلا گبش نزن بیادر. ما سر غیرت. او بچه ما که باشم نه؟ لالایتان کدت بود نه سر فلک سندم بالاست اما می چهرهش دارم بابا که حساب کنم. بابا نه سایکو ما که باشم در جیب یکیتون نمیمونم دستایتان بره فهمیدی؟ خیلی بیا کار کنیم سیست؟ گبا کم میکنه همونجا میره کی حساب میکنه سیست؟ ما خو میگم ما حساب میکنم. ما میکنم. تو چی میگی؟ ما میکنم. ما خو میگم ما میکنم حساب. ما حساب میکنم. برو سیست کاکا سی ما حساب میکنم. خدا میرم. خیر است بیا. یک دقیقه. پیسه خودم میکنم. ما سوالات چی نفری سکم ما خراب شد ما حساب کنیم.
باش نه ندارم ما پیسه میتونم سعید جیب تو صبر کن لولاک باشه کن تو داری لولاک بگی تو باش پیسه نمیمونم ما پیسه نمیمونم که من خودم حساب میکنم برید دیگه شما باش چند شد قند تو شما رو نکن من خودم شما رو میکنم چند شد قند هیچ امکان ندارم محترم ماینه سایکل خودم حساب میکنم سایکل من خودم پیسه چند شد صدقه چند چوب تو یک چند کاکا چند شد لولا تو برو طرف چند اینه ما حساب باش سایکل بان خود صحیح سه بان که من میتونم تو باش من میتونم ما بچه نکن سایکل نکش من میتونم خاله بان بر آقا بچه پیش ما هم نیست والا بسیار ببخشیده آقا بچه بیانی نیست والا آجی پیش من نیست به خدا نیست پیش من هیچ باور کن نیم باش ما برم میایم هیچ مشکل نیست نیم به خدا نیست باور کن نیست اینه بیبی اگر چک کو پیش باشه نه نیست تو باش من زنگ بزن قند کوکا می سرک سه قند کوکا کجاست؟ سرک سه؟ اینه میجاست؟ امی شفاخانه رحمان کجاست؟ رحمان قبالت نیست؟ سینمای اقبال اینجا معروف است کدام است؟ سینمای کی؟ اقبال نه جا خو نیست اقبال چیه مقصد سرک سه نمیشه که است سرک چی؟ گوشم کم تو ایسم بیا گوشم گرنگ است این قسمت چیز قند کوکا او چیز اونو که من چیز تاول بتم می چی نام دارم؟ شما ما ضعیف است گوشم گرنگ است داری بانک کاکا جان نه شفاخانه رحمان شفاخانه رحمان ندیدیم کاکا جان بله گوشم سنگین است ندیدیم کاکا جان ندیدیم کاکا جان یکم نمیشنم صدار جیغ ده گفتم ندیدیم کاکا جان این طرف چی نام دارن سرک سه طرف سرک سه شفاخانه کجاست شفاخانه ش ندیدیم کاکا جان این آدرس بخون حالا تو در اینجا نیستی؟ نه مزیه نیست من نه اومد اینی تو بخون مدرسه است دکتر نه نیستن این چی است چی نوشته کده بلند بخون با تمام نیروهای محترم امنیتی امارات نه آدرس کجاست آدرس کابل افغانستان شهر نه صحیح بگی آدرس کابل افغانستان شهر نو تعمیر است این شهر نو است چی؟ شهر نه ایسم برم انی خیر ما تیر شدم نمیتونم مرا تیر کزیم سرک ببخشی گفتی شهر نو؟ نه کارت نو سیگه کارت نو تو میگه شهر نو کارت نو شهر نو است تعمیرات حالا اینجا کجاست کارت نو است بچیم چی؟ سرک سه است کاکا جانی سرک سه امی کارت نو کجا برم؟ کارت نو کار داری نو شرک نو چی رقم هستی؟ شهر نو کارت نو سرک سه کارت نو اینجا سرک سه نشته نیست کاکا جان نه اینجا چی نام داره قند سرک سه نمیشه سرک سه نام داره کارت نو کجاست؟ کارت نو کما طرف چی می کم کار گوشم چی؟ این نمیشه کس این نمیشه کارت نو نمیشه که استاد است نه سرک سه است در آدرس شهر نو نشته است چی رقم بلندتر بگو ها؟ گوشم گرنگ است تمی قبوگو بچه قند در آدرس شهر نو نشته است نمیشه شهر نو برو شهر نو دیدی؟ حالا امینجا نه؟ نه اینجا نیست کاکا جان امی شفاخانه نوشته است شفاخانه رحمان نه اینجا نشته نیست تو بلندتر بگو چی است؟ اینجا رحمان نشته نیست کاکا جان کجاست رحمان؟ رحمان ندیدیم ما اینجا نو آمدیم قند کوکو خیلی اینجا پیشتر تو که مرا آدرس دادی کجا بود؟ یا نه؟ حالا ما کجا برم قند کوکو؟ ما کجا برم قند کوکو؟ شهر نو کارت نو؟ شهر نو خو قلای نو من اینجا پیشتر گفتم قلای نو در کجا برم من؟ امیر خواست خیر خوب دقیق بخونم تلفن شماره چند است؟ اینی 02 05 25 سعی بگی 26 سعی بگی 26 چند ای؟
این مرک بر صفر اینی صفر صفر 2 25 25 26 20 تعمیر یک زنگ ده من نداشت تلفن خودت نه یک زنگ ده که مو بیاید دیگه منم کجا من نوبلد قند کاکا تو همین موقع که من کم ثواب میشه گوشم گرنگه چشمایم ضعیف است عالمی شفاخانه نیست ما اومدیم ما اینجا نه اومدیم ما شهر نو کجاست شهر نو اون طرف است شهر نو در موتر بشین یا پیاده برم نه در موتر بشین خودت غلام سخی هم نداری ها غلام سخی تشکر دوستای عزیز شناخت قربان اخلاق مهمون نوازی در قدیم یال مهمون نوازی نیست یال فقط جان زدن است وقتی که خانه یک کس میری این رقم میکنه سگو لبریشش کشال لبروش کشال خب ما قصه کنم براتون از زوی دل دمی میدان هوایی ما تقریبا 100 منزله جور کردم به خاطر همین دوستا همین 34 ولایت رفقا دما زنگ مزد میگفت کجاسی فیض محمد شکمو باز امیو را دعوت میکردم تقریبا 5 خروار ما چی کار میکردم برنج سیل اول دم میکردم یا که برنج میخوردن شو استراحت میکردن صبح سفر میرفتن طرف خارج میرفتن تقریبا شاید دروغگویی گفتن نشم تقریبا براتون بگم در شو 5000 نفر میامد یعنی ما 5 خروار برنج دم میکردم ای که پس میخوردن دوباره که برنج زیاد میماندن میگرفتن در پلاستیک میبردن در طیاره نوش جان میکردن میگفت خیر ببینم فیض محمد شکمبو چون واقعا من شکمبو بودم دیگه نگفتن نمونه که یک 20 منزله دمی شیخ کوی قریق جور کردم برای مردم دیگه نگفتن نمونه در تپه موساخ میشنه دیدین دیگه ما شما قدیم هستیم تپه موساخ 98 منزله جور میکردم چون خانه در نزدیک میدانوی به خاطر همین که دوستا بیاین همینجا شو بپا وقتی که نان بخوره برن سفر این یک دوره بود قدیما یادش بخیر قدیم دیگه خب ما شما خندوالای قدیم و نقیم هستیم خب قدیم خیلی مهر محبت زیاد بود دیگه فیض محمد شکم بود دیگه یکی از بابا کلانش از بابا کلان شوار همیش با نواسی کاکاش نواسی ماماش کشم میکردن میگفت در دوران سابق یکی را میمان میکردیم مثلا یا گوشفند میداشتن یا مرغ میداشتن دیگه او را دعوت میکردیم مرغای خودم که خود می آوردن گوشفندهای خودم می آوردن دیگه آل مهر محبت نمانده باز ما چی میکردیم ما شکم ما گوش نمیشد دیگه گوش نمیشدیم دیگه نان چاش چیزی نبود دیگه ما مرغایشون حلال میکردیم ما توشون دم میخوردیم قد تمام چیز قد تمام چیز قد چیز مزش نه کلش دیگه این نمیششتی؟ نه اگه کش میکردیم همون در دام مقارد میکردیم دیگه خش خب تشکر دیگه دوره قدیم همون دوره بوده یاره چی میمونه مهر محبت نمونده دیگه هیچ مهر محبت خانش که بری لبرجش تو مزن تو آل پشونی را ترش میگه رقم خب صاحب دیگه وقت رو نمیگیرم صاحب آشیم گوشنه یک از اندوالای قدیم است میشه برای ما قصه کنه از قدیم آشیم گوشنه صاحب یاد ما بله صاحب شما یاد بیادر ما خواهد بله صاحب ما در سابق خانه کس میرفتیم ببخشید یک کمی صاحب گلندر دستین صاحب بله که میرفتیم خانه ما اینمی بله صاحب بله امیر بلندتر بله گلونش کم مشکل داره بله صاحب خانه کس که میرفتیم اینم از اینو که پیشونی تانو که پای ما چی میکرد یعنی که میر محبت بود چقدر میر محبت بود دست موچ میکرد پای تا موچ میکرد خب گفتم نه سر نو که پیشونی شروع تانو که پنجه محمد قر یادت خواست مچم نیست بله یاد پدر جانت خواست اینم توی گبت ما که خانه کس میرفتیم آشیم گشنه خانه شون که میرفتیم لدو میآوردن سایکو تو سایکو اینی پایتی میآوردن سایکو یک قرآن بشه ما پایتی رایی میکردیم و بر ما اینی میر محبت بود آل خانی کس که میریم یک گلو چای نمیاره یعنی برکت هیچ نمونده چی برکت مونده؟ برکت هیچ نمونده هیچی نمونده فیض محمد
شکم بو گپ گوش کن من میرفتم باور کن نوساگه کایم خدا بیامرز از مراد جان بچگه که خسر بریش از اور دختر همیشه دختر بچه همه نواسی کاکوش بود از این سر میز پیشونی تا پنجه ماچ میکرد پچ میکرد یعنی میر محبت زیاد بود میمانداری حالی نمونده خیر است آسیم گشنه تو سالها گشنه بودی یکی نیم سال نمیفهمده چی حالت است